ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها ایران را به عملیات زمینی و اشغال برخی از جزایر در خلیج فارس تهدید کرده است. شکی نیست رئیس جمهور آمریکا با فشار سازمان تروریستی موساد به دلیل سوابقش در پرونده اپستین بازیچه دست نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جنگ و تجاوز به ایران شد. رئیس جمهور آمریکا که معروف به دروغگوترین رئیس جمهور کشورهای جهان شده است و هیچ ثبات فکری و گفتمانی ندارد، به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست و متاسفانه سران آمریکا به کسی اختیارات فرماندهی نیروهای مسلح را واگذار نمودند که به دلیل بی‌تعادلی، موضع‌گیری‌ها و تصمیمات خطرناک و غلط ارتش آمریکا را وارد باتلاق مرگ نموده است. ترامپ که فرماندهان و سربازانش روزانه با مرگ در منطقه دست و پنجه نرم می‌کنند، به دلیل ترس از کشته شدن از پایگاه‌های نابود شده متواری و به مراکز خدماتی، جمعیتی و اقتصادی کشورهای منطقه پناه بردند و البته در آنجا نیز هدف قرار می‌گیرند. خود و فرماندهان ارشد ارتش مزمحل آمریکا هزاران کیلومتر دورتر از میدان جنگ انتظار مقاومت از فرماندهان و سربازان را در میدان جنگ دارند. ترامپ موضوعی را یک روز صبح به طبل تهدید می‌کوبد و عصر همان روز عقب نشینی می‌کند. زمانی از مذاکره دم می‌زند و ساعاتی پس از آن تصمیم به اداره جنگ می‌گیرد. این فرد بی‌تعادل و کذاب خسارت‌های فراوانی را به مردم آمریکا، اروپا و کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه غرب آسیا وارد نموده است. رئیس جمهور آمریکا ثابت کرده تنها زبانی که میشناسد زبان زور است. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست، اعلام می‌داریم رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر میبرند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیرآمیز و قطعه شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه های خلیج فارس خواهند شد. بهتر از ترامپ، سران و فرماندهان ارتش آمریکا تاریخ ایران را یک بار مطالعه کنند و از برخورد ایرانیان سلحشور با متجاوزان در طول تاریخ درس بگیرند و در حلقه توهم رئیس جمهور نامتعادل آمریکا سربازان خود را به کام اسارت و مرگ نکشند و مردم آمریکا را به طور گسترده عزادار نکنند. نیروهای مسلح مقتدر ایران سرافراز و سربلند در صورت عملی شدن تهدید رئیس جمهور آمریکا به عنوان مظهر